خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. مباحثه و تنقیدهای بیجا در اطراف مقاله‌ام فراموش شدند. من با مشغولیت‌های تحصیل اسپرانتو، نوشتن مقاله و تقریص‌ها، با سپارش مجله و روزنامه‌ها، با تیاری امتحان‌های نامزدی سرگرم بودم. برابر همین در حیات علمی و ادبی و دایره مدنیت و فرهنگ جنبش و تپش بزرگ نبض زندگی پیش دونده را حس می کردم. در بالای امواج بحر پرخروش حیات جمهوری نوید تأسیس اکادمی علمها مشعله‌ای بود که دل و دیده های ما را نور عطا می نمود. نهایت روز انتظاری رسید. 14 اپریل سال 1951 رسم افتتاح اکادمی فنهای تاجیکستان برپا گردید. این روز به عید ملی فرهنگ و دانش خلق مبدل شد. تصویری مختصر این جشن در مکتوبی که در گرماگرمی واقعه ها برای پدر و مادرم نوشته بودم به این ذیل ثبت گردیده است. می خواهم درباره گشاده شدن اکادمی فنها فکر و تأثیرات خود را بیان نمایم. همه ما، خصوصاً کلکتیو ما، روزی گشاده شدن اکادمی را با بی‌صبری منتظر بودیم. نهایت این روز رسید. در این روز در سلین آباد از همه گوشه و کنارهای مملکت آدمان بهترین جمع شده بودند. بنای فیلیال به طرز شناخته نشونده زیب و زینت داده شده بود. زیبایی فوق‌العاده این بنای محتشم را کیفیت ایرانی آدمان، علل خصوص کارکنان خود اکادمی، حضور آدمان عالم که از وجاهتشان دنیای باطنی نجیب و پرمعنیشان نمودار بود و چطوری که پیشینیان می گفتند از رویشان نور، در حقیقت نور و چگونه نوری ذکاوت و یک عالم علم می بارید، باز زیادتر می کرد. طبیعت نیز به این روز خرسندی مساعدت می کرد. کوچه های راست و از دو طرف با درخت های برابر رسیده احاطه گشته شهر، بلندی و کوهسارهای با سبزه های مخملین پوشیده شده آن، میدان های وسیع و خوشهوای مسکو، نزد سویت وزیران که پس از باران شبانه تراوتشان باز هم فزونتر شده بود، تصویر نمودن همه آن آب و رنگ گوناگون طبیعت از دایره امکان تصویر قلمم، اگر این طور افاده نمودن ممکن باشد، بیرون است. خیر، من ظاهراً خواستم به کارهایی که از استعداد من بیرون است به نفاست و شعریت دست زنم. خلاص 14 اپریل ساعت 6 در بنای تئاتر، یعنی تئاتر اپرا و بالت، تنتنه گشاده شدن اکادمی برپا گردید. مهدی، یعنی دادرم، نیز تصادفاً و خوشبختانه به اشتراک نمودن در این جشن تاریخی مشرف شد. شب خیلی خوب گذشت و یکی از لحظه های فراموش نشونده همه ما گردید. روزی دیگر در زل مجلس های سویت عالی دوام مجلس برپا گردید. خلاص این روزها حالا دوام دارند. 16 اپریل سال 1951. یکی از واقعه های تاریخی علمی تاجیک به مقام پرزیدنت اکادمی فنها انتخاب گردیدن استاد صدرالدین عینی بود. این کاری بزرگ تاریخی با پیشنهاد باباجان غفورov صورت گرفته بود. سر این واقعه در آن وقت به همه نباشد هم در دایره های محدود معلوم بود. در صحبتی که بعد چندین سالهای این واقعه با باباجان غفورov داشتیم، اصل ماهیت مسئله برای من آشکارتر گردید. در واقع به اصطلاح مؤلف این قرارداد خردمندانه غفورov بوده است. در نظر ناسنجیده چنین می آید که آیا یک نویسنده سالخورده که در گوشه آرام سمرقند مشغول کارهای ایجادی است، رهبریت بارگاه بزرگی علمی را چگونه می تواند به عهده گیرد؟
اما در اصل این همه اندیشه های باطل بود و بس. عینی از جوانی در مرکز واقعه های سیاسی و اجتماعی جامعه بود. در اول سده 20 عینی از راهبران جنبش معارف پروری بود و همراهی چندی از روشنفکران در بخارا اولین مکتب اصول نو تاجیکی را تشکیل نمود. بعدتر در حرکت ضد ساخت امارت اشتراک نمود و در این حرکت موقع و پرینسیپ های معین سیاسی خود را داشت. بعد از انقلاب اکتبر با همفکران و هم مسلکان برای زمینه گذاشتن به مدنیت و ادبیات نو تاجیک خدمت های پرثمر نمود. در مرحله های مهم تقدیرسازی جمهوری عینی پیشاهنگ جوانان نوی روشنفکر و مشاوری راهبران حزبی و دولتی بود. خلاصه مطلب این است که عینی برابر کارهای پربار ایجادی لحظه از فعالیت تشکیلگری و اشتراک در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه فارغ نبود. بنابراین به مسند پرزیدنت اکادمی انتخاب گردیدن عینی با فعالیت همیشگی اجتماعی و سیاسی و ارتباط قوی و منطقی داشت. در مقام سرور اکادمی فنهای تازه بنیاد تاجیکستان شخصی لازم بود که وی شهرت و معروفیت شایسته و سزاوار هم در داخل کشور و هم بیرون از مرزهای آن داشته باشد. در این وقت در تاجیکستان شخصی نبود که در ناموری و مورد احترام کل به درجه عینی رسیده باشد. از این سبب عینی در جایگاه پرزیدنت اکادمی تجسم تمدن و فرهنگ تاجیکان بود. قرار چنین بود که تا مدتی که برای عینی جای اقامت موافق پیدا شود وی با اهل عائله و کارگاه ایجادی خود در سمرقند خواهد زیست. در وقتهای معین به استالین‌آباد آمده با کارهای اکادمی شخصاً مشغول می شود. در این مدت جای اقامت همان خانه جداگانه است که در بوستانسرای شهری حکومت به وی تخصیص شده است. بعد از چند روزی که عینی با کارهای تشکیلی و داخلی اکادمی مشغول بود، فرصت پیدا شد و به حضور آن کس برای حل و فصل کارهای اسپرانتی هم رفتم. مسئله اساسی معین نمودن موضوع رساله نامزدی بود. به عینی عرض کردم که مدتی است که به خواندن دیوان جامی مشغولم و میخواهم تحقیق غزلیات مولانا را موضوع رساله نامزدی انتخاب کنم. عینی در جواب کمی توقف کرد و بعد گفت: برای آموختن و تحقیق جامی تجربه علمی شما کمی می کند. شما با آموختن ادبیات عصر 19 تاجیک مشغول شوید. این کار برای شما موافق و برای علم ضرور است. مصلحت من این است که کار را از آموزش تذکره ها سر کنید. در وقت تألیف نمونه ادبیات تاجیک بعضی از تذکره ها را از نظر گذرانیده بودم. بسیار سند و اخبار تذکره ها تا امروز درست آموخته نشده است. تحقیق این تذکره ها بسیار مسئله های ادبیات آن دور را روشن می کند. کار را سر کنید. بعد خودتان به این موضوع شوق و هوس پیدا می کنید. چنین پیشنهاد عینی را هیچ چشم نداشتم. فسون شعرهای جامی مرا در بند و بست خود نگاه می داشتند. راه ادبیات عصر 19 به نظرم تاریک می نمود. استاد هنوز ملاحظه های مرا نشنیده از بعضی لحظه های این ادبیات همچون شاهد زنده نقل های جالب نمود. از شخص صاحبان تذکره و بعضی رویدادهای روزگاری آنها حکایت های عجیب آورد. گوش می کردم و حس می نمودم که گفته های عینی مرا بیشتر برای نوی جستجوهای علمی هدایت می نماید. استاد عینی چراغی به دست من می دهد که ابتدای راه تحقیق این ادبیات را روشن می سازد. از نزد عینی با عزم قوی برآمدم که به آموزش موضوع پیشنهاد نموده ایشان از خود فردا به کار شروع می کنم. اولین مرحله کار از گنجینه دستنویس‌های کتابخانه فردوسی آغاز خواهد یافت. از بوستانسرای حکومتی برآمده پیاده به طرف خوابگاه راه گرفتم. به دورادوری کوچه‌ای راست و وسیع نگاه می کردم و درخشی در افق آینده می دیدم.